صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به کولوسیان، 12مین قسمت از انجیل مقدس. حضرت پولس در فصل سوم از رساله خود به مسیحیان شهر کولوسیه که از بتپرستی و شهوترانی دست کشیده و به سوی خدا یکتا روی آورده بودند و زندگی پاک و مقدسی را آغاز کرده بودند و تسلیم مسیح مقدس شده کلام او را به جان گرفته بودند، میگوید: شما که همراه مسیح از نو زنده شده اید یا صاحب تولد تازه شده اید، باید به برکات و شادی‌های آسمانی چشم بیندوزید. هدف و مقصود شما باید مسیح مقدس و چیزهای روحانی و جاودانه باشد. عمرتون را دیگر با قصه خوردن درباره چیزهای این دنیای فانی تلف نکنید. به این دنیا همان اندازه دل ببندید که یک شخص مرده دل می‌بندد، زیرا زندگی اصلی شما در آسمان است، آن هم با مسیح در حضور خدا. وقتی مسیح که زندگی و هدف و مقصود واقعی ماست به جهان برگردد، شما هم با او خواهید بود و در جلال و شکوه عظیم او نیز شریک خواهید بود. وقتی مسیح که زندگی و هدف واقعی ماست به این جهان برگردد، آن وقت شما هم با او خواهید بود و در جلال و شکوه او شریک خواهید شد. وقتی که خدا این چنین عنایات عظیمی را برای ایمانداران به عیسی مسیح عطا کرده است، به راستی که ما مسیحیان چاره‌ای نمی‌بینیم جز اینکه این عمر کوتاه خود را در تقوا و قدوسیت و در خدمت کردن به هم نوع به سر بیاوریم و روح فروتنی را در خود پیشه ساخته و محبت را طریق راه خود بگردانیم. حضرت پولس نیز از آیه 5 طریق زندگی مسیحایی را به ما تعلیم می‌دهد و از ما می‌خواهد که همیشه چشم به خدا و آنچه که او برای ما کرده است داشته باشیم، توجه به آنچه باقی و جاویده است بکنیم و هرگز از خداوند دور نشویم، زیرا آنان که به مسیح ایمان می‌آورند چشم از دنیا برمی‌کنند و به مسیح زنده، به ملکوت خدا می‌نگرند. و اگرچه در دنیا زندگی می‌کنیم، اما به این دنیا دیگر تعلق نداریم، بلکه به عالم بالا. به طوری که از آیه 5 می‌فرماید: پس شما ای عزیزان به چیزهای گناه‌آلود دنیا نزدیک نشوید. آن هوس‌های ناپاک را نابود کنید که در وجود شما کمین می‌کنند. با گناهان بی‌عفتی، ناپاکی و شهوترانی و هوس‌های ننگین دیگر خود را هرگز آلوده نکنید، چون طمع یک نوع خودپرستی و بتپرستی است و کسانی که این کارها را می‌کنند گرفتار خشم خدا می‌شوند. دوستان عزیز، در مورد این آیه در برنامه گذشته به طور مفصل تفسیری به عرضتون رسانیدم و حالا از شما دعوت می‌کنم که اگر کلام خدا رو در اختیار دارید، لطفاً آن رو به رساله حضرت پولس رسول به کولوسیان که بخش 12 از انجیل مقدس است بگشایید تا از آیه 6 دنبال کلام خدا را با یکدیگر مطالعه کنیم و نوع زندگی پاک و مقبول پسند خدا را بدونیم و از آن اطاعت کنیم. اگر شما از شنوندگانی هستید که هنوز کلام خدا را در اختیار ندارید، منتها مایل به دریافت آن هستید، میتونید با ما تماس بگیرید تا براتون ارسال بدهیم. آدرس در پایان وقت مجددا خدمتتون تکرار خواهد شد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. از آیه 5 الی 9 حضرت پولس به ما مسیحیان تعلیم می‌دهد که باید از چیزهای دنیوی و دل دادن به آن جدا بشویم و سپس در آیه 10 و 11 ما را دعوت می‌کنه که سیرت مسیحایی را در خود تقویت نماییم، یعنی راه و روش مسیح را راه و روش خود گردانیده و طرز برخورد او با مسائل زندگی آن نوع طرز برخورد ما با مسائل زندگی باشه و فکر ما باشه و در جا پای او قدم برداریم. خدا عیسی مسیح را نه فقط فرستاد تا برای ما نجات دهنده و منجی باشه، بلکه تا الگو و نمونه زندگی باشد، زندگی که مقبول پسند خداونده.
از شما دعوت میکنم که ابتدا به قرائت آیات و سپس به تفسیر آن توجه فرمایید. از آیه 5 میخونم. میگوید پس اعضای خود را که بر زمین است مقتول سازید. دوستان دقت کنید، در اینجا مقصود از اعضا وجود فانی ماست. میگوید زنا و ناپاکی و هوا و هوس و شهوات قبیح و طمع که بت پرستی است. ببین اینها اعضا محسوب میشه. مقصود پولس از اعضای خود را که بر زمین است مقتول سازید این چیز هاست، یعنی زنا، ناپاکی، هوا و هوس، شهوت قبیح و طمع که خود بت پرستی است، که به سبب اینها غضب خدا بر ابنای مسیحیت وارد می شود، که شما نیز سابقا در اینها رفتار می‌کردید هنگامی که در آنها زیست می‌نمودید، لیکن الحال شما همه را ترک کنید، یعنی خشم و غیظ و بدخویی و بدگویی و فحش را از زبان خود، و به یکدیگر دروغ مگویید، چون که انسانیت کهنه را با اعمالش از خود بیرون کرده اید. شما نیز سابقا در اینها رفتار می‌کردید هنگامی که در آنها زیست می‌نمودید، لیکن الحال شما همه را ترک کنید، یعنی خشم و غیظ و بدگویی و بدخویی و فحش را از زبان خود. به یکدیگر دروغ نگویید، چون که انسانیت کهنه را با اعمالش از خود بیرون کرده اید. دوستان عزیز، در اینجا حضرت پولس از دو نوع شخصیت صحبت میکنه، شخصیت تازه و شخصیت کهنه. اگر توجه کرده باشید در این آیات دستورات رسول خدا در حقیقت حالت منفی دارند. برای ما بیان شده که چه کارهایی نباید بکنیم. چرا؟ چون این طبیعت فانی و کهنه ما آلوده و آغشته به گناه است و اصولا انسان از دستورات منفی و یا نهی از منکر خوشنود نمی باشه، چون که احساس میکنه که بدین وسیله صاحب اختیار زندگیش نمی باشد، زیرا وجودش آغشته به گناه است و اشتیاق دارد که اعمال خودخواهانه و گناه آلود رو انجام بدهد. ولی یک مسیحی نباید اینطور فکر کند، زیرا این دستورات منفی عامل آزاد بودن و برده گناه نشدن است. حضرت پولس به گناهانی که هیچ کسی از آنها مبرا نیست اشاره میکنه و امر میکند که ما هوس‌های ناپاک خود را نابود کنیم، و او دو دلیل رو در این آیات به ما میده که چرا باید با هوا و هوس و خواهش‌های جسم و شهوانیمون مبارزه کنیم و از آن گریز داشته و حتی آن را نابود سازیم. دلیل اول اینه که این چیزها عامل اسیر شدن و در نتیجه گرفتار گناه بودنمان می شود. یعنی درست چیزی که به وسیله ایمان عیسی مسیح ما را از آنها آزاد کرده. می فرماید اگر این کارها را انجام بدهید، آن وقت به زندگی سابق خود و یا زندگی گناه‌آلود خودتون در حقیقت برگشتید، دوباره به آن روی آوردید و دوباره همان برده و غلام گناه خواهید بود و همه عنایات آسمانی رو از دست خواهید داد. دلیل دوم اینه که خدا از این نوع رفتار به شدت متنفر است و اگر ما اکنون به مسیح مقدس و خدا یکتا روی آورده و زندگی خود را تسلیم او کرده ایم، نباید برخلاف خواسته های منجی و خالق خودمون رفتار کنیم. اگر ما خدا را دوست داریم، به کاری که باعث عصبانیت و خشم و ناراحتی او می شود دست نمی زنیم و نباید کاری بکنیم که او روی خود را از ما برگرداند و به اصطلاح غضب خود را بر ما برساند، زیرا در آیه 6 آن علت را بیان می کند و آن نازل شدن خشم و غضب خداست بر کسانی که به این کارها روی می آورند. و دوستان عزیز، اگر خشم خدا بر ما باشد، هیچ چیزی نمیتونه ما را از اون برهاند. حضرت داوود میگوید که به دستهای خدا افتادن و یا خشم خدا نصیبمون شدن چیزی بسیار مخوف و ترسناک. اگر دقت کنید این آیه موضوع دیگری را نیز آشکار میکنه و آن اینه که ای دوست من، در دست من و شماست که امروز زندگیمون رو در فیض و رحمت و برکت خدا قرار بدهیم و یا در خشم و غضب خدا قرار بگیریم. زیرا پولس صریحاً میگوید که اگر افکار ناپاک، اگر شهوات رانی، اگر دروغ، اگر فحش، اگر حرفای رکیک دیگر در شما باشه، آن وقت زنا و ناپاکی و شهوت رانی و طمع که خود بت پرستیه در افکارتون، در اعمالتون وجود خواهد داشت. و وقتی که چنین چیزهایی باشه، بدانید که نه فقط برکت خدا در زندگیتون آشکار نمیشه، بلکه غضب خدا را نیز نصیب خودتون کرده اید. پولس میگوید
شما تا قبل از اینکه مسیحی بشوید همرنگ مردم این دنیا بودید و اسیر همین عادات زشت بودید. این کارها رو میکردید و انگار نه انگار که اصلا دارید گناهی میکنید و یا عمل خطایی را انجام داده اید. ولی حالا که مسیحی شدید وقت آن است که خشم و کینه و فحش و ناسزاگویی و شهوترانی و بی‌عفتی و خودخواهی و غرور و طمع و حرفای زشت و دروغ رو از خودتون دور کنید و لباس زشت بی‌قباحتی رفتارتون رو برای همیشه از تن بیرون کرده آن را مدفون سازید و از آن جدا بشید. ای عزیزان، وقتی که این آیات را به دقت مورد موشکافی قرار می‌دهیم می‌بینیم که به راستی این آیات مثل آینه‌ای هستند که ذات و باطن و افکارمون رو در برابرمون مجسم می‌کنه. و اگر صادق باشیم قبول خواهیم کرد که همه ما در چنین حالت و موقعیتی بوده ایم. این آیات آینه‌ای هستند که آنچه که بوده ایم رو به ما آشکار می‌کنه. این آیات نشون میده که مسیحیان باید از این صفات دنیوی و فانی و فاسد خود را دور سازند و از آن فرار کنند و حتی به آن نزدیک نشوند و به اصطلاح فرار را برقرار ترجیح بدهند. به زبان دیگر ای عزیزان، نگذارید حتی وسوسه آن در شما جای داشته باشد. در عوض باید صفات شایسته و مقبول پسند خدا در فکرتون باشه. افکار و اعمالی که خدا را راضی می سازد را در خود تقویت بدهیم. چقدر مهم است که من و شما امروز بیاییم و خود را مورد آزمایش قرار بدهیم یا خود را در برابر این آینه آسمانی قرار بدهیم تا ببینیم که آیا این صفات ناشایست و نادرست و شهوترانی هنوز در ما هست. اگر هست هنوز مسیح واقعی نشده ایم، چون یک مسیح حقیقی بایستی این صفات را از خودش دور کنه و یا به قول آیه 5 آنها را مقتول سازه یا نابودش کنه تا دیگر جایی در افکار و اعمالش برای این چین چیزها نباشه. متاسفانه خیلی از ماها چون که تحت تاثیر لذت‌های موقتی جسم هستیم، امیال‌های نفس و شهوات را به قول کتاب مقدس مقتول نمی‌کنیم، نابود نمی‌کنیم، بلکه آن را به کناری میگذاریم تا اینکه سر فرصت دوباره از لذت‌های نفس استفاده کنیم. حضرت پولس میگه ای عزیزان، اگر این کار را بکنید، اگر امیال نفسانی را مقتول نکنید، نابود نکنید، در حقیقت خشم خدا را نصیب خود ساخته اید. پولس رسول برای آنکه مقصود خود را بفهماند از لباس عوض کردن نمونه میارد. میگوید حرفای زشت را مثل لباس پوسیدی که در تن دارید از تن خودتون درآورید و دور بیاندازید و در عوض لباس قدوسیت یا ردای تقوای مسیح رو در بر کنید. و در آیه 9 میگوید دروغ را مطلقاً از خود دور کنید، به هم دروغ نگویید. میدونید چرا دوستان؟ چون شیطان دروغگوه و پدر دروغگویانه. هر که دروغ میگه از پدر دروغگوی خود یعنی شیطان بهره گرفته است. ما که روحانی هستیم، ما که به خدا تعلق داریم، نبایستی دروغ در ما جای داشته باشه، بلکه فقط و فقط راستی و درستی. میگه به هم دروغ نگویید. آن زندگی فاسد کهنتون بود که دروغ میگفت، یعنی زمانی که اسیر شیطان بودید دروغ میگفتید، ولی آن فاسد زندگیتون الان دیگه باید از بین رفته باشه. این آیه صحبت از ترک کردن هوا و هوس و طبیعت گناه‌آلود میکنه که وقتی شخصی مسیحی میشه صاحب طبیعت تازه میشه. مسیح به او طبیعت تازه عطا میکنه و یا به قول کتاب مقدس تولدی از نو میابد. شخص وارد ملکوت ربانی میگردد و فکر و دید تازه رو دریافت میکند، فکر و دیدی که با آنچه که قبلا داشته فرق دارد. حضرت پولس میگه شما وقتی مسیحی میشوید زندگیتون آنچنان تغییری پیدا میکنه که از آنچه که تا به حال لذت میبردید متنفر میشوید و آنچه را که دنبالش نبودید، یعنی صداقت و درستی و راستگویی و تقوا، اکنون پیشه خود میکنید و طالب آن میباشید. میفرماید شما که مسیحی شده اید باید زندگی مسیحاوارانه داشته باشید، روز به روز در آن رشد و نمو کنید، به سوی عالم معنویت قدم بردارید، به طوری که در آیه 10 و 11 میخوانیم و تازه را بپوشید که به صورت خالق خیش تا به معرفت کامل تازه می شود. و تازه را بپوشید که به صورت خالق خیش تا به معرفت کامل تازه می شود، که در آن نه یونانی است نه یهود، نه ختنه نه نامختونی، نه بربری نه سکتی،
نه غلام و نه آزاد، بلکه مسیح همه و در همه است. دوستان عزیز، این دو آیه اوج ترقی و مقام انسانی را که با خدا باشد آشکار میکنه و نشان میدهد که خدا چگونه زندگی رو برای ما مهیا کرده و یا از ما طالب است. نظر به این که ما در مسیح زنده هستیم یا از اسارت گناه آزاد شده و صاحب حیات جاودان شده ایم، بنابراین باید هدف و مقصود ما نیز چیزهای آسمانی باشه. چرا؟ چون ما با مسیح نسبت به شرارت و گناه در این عالم مردیم. بنابراین باید چیزهای گناه‌آلود رو از خود دور کنیم و آنها را پایمال نماییم. نتیجه این عمل اینه که ما آن وقت میتوانیم مسیحا وارانه زندگی کنیم، یعنی طوری زندگی کنیم که مسیح زندگی میکرد، یا مسیح واقعی بشیم که به معنی اینه که مثل مسیح باشیم، زیرا مسیحی کسی است که مثل عیسی مسیح زندگی میکنه، مثل عیسی مسیح فکر میکنه و مثل عیسی مسیح عمل مینماید. ببینید دوستان، کلام خداوند به ما مژده میدهد که خدا میخواهد که ما را از نو بسازد و یا به ما تولدی تازه بده و ما را شبیه فرزند مقدس خود عیسی مسیح بکند. دقت کنید، خدا از روی میل و محبتش میخواد ما را از نو بسازه، ما را تولدی تازه ببخشه و ما را شبیه عیسی مسیح بکنه. چرا؟ چون عیسی مسیح اکنون در حضور اوست، در ملکوت سماوی اوست. به زبان دیگه خدا میخواد که ما را وارد ملکوت سماویش بگردانه، ما را دعوت میکنه و برای این کار ما چاره‌ای نداریم جز این که از عیسی مسیح نمونه بگیریم و از او سرمشق و مثل بگیریم. خدا او را به عنوان نمونه و الگوی زندگی ما قرار داده است. او با این نوسازی و یا با این خلقت تازه که به ما عطا می کند، در حقیقت به ما قلبی تازه، فکری تازه و دید تازه عطا می کند. شاید بگی که چطور ممکنه برای ما انسانهای فانی امکان پذیری که بتونیم عالم معنویت را درک کنیم؟ در این آیه خیلی روشن بیان کرده که به وسیله معرفت او، به وسیله معرفت او، به زبان دیگر هر چقدر ما بیشتر مسیح رو بشناسیم، بیشتر شبیه او میشویم، بیشتر در عالم معنویت رشد میکنیم. حضرت پولس در اینجا به خاطر ما میاره که انسان به صورت و سیرت خدا خلق شده بوده و این صورت و سیرت اشاره به درون و ذات انسانی است که احساسات و اراده او و روح و روان او را در بر میگیرد. زیرا دوستان، انسان فقط جسم نیست. وقتی که آدمی گناه کرد، این سیرت و جمال الهی که در او بود که خدا در اون نهاد نابود کرد. ما به صورت و سیرت خدا خلق شده بودیم. خدا ما را بی‌نهایت عزیز داشته و دوست می‌دارد، اما این سیرت و صورت را ما بر اثر گناه از دست دادیم. ولی به وسیله عیسی مسیح خداوند راه را برای ما مهیا کرده که بتونیم دوباره به صورت آنچه که خدا از ازل ما را خلق کرده بود تبدیل شویم و دوباره سیرت و صفات مقدس او را در خود داشته و روح و روان خود را با او متصل ساخته و تازه و زنده شویم. هر قدر بیشتر ما در کلام خدا به تفکر و تعمق بپردازیم و در معرفت کلام رشد کنیم، بیشتر و بیشتر به وسیله روح القدس خدا هدایت می‌شویم و در نتیجه تبدیل به موجودی می‌گردیم که خداوند در ابتدا خلق کرده و در ابتدا هدف برای ما داشته. و آن وقت در جلال پرشکوه او شریک میشیم و با او مشارکت و مصاحبت خواهیم داشت. هدف و مقصود خدا برای من و شما که اینه که به صورت و سیرت مقدس عیسی مسیح که مظهر مقدس اوست و کلمه ابدی او میباشد بشویم. همان گونه که مسیح لقب فرزندخواندگی خدا را دارد که صحبت از شباهت سیرت و صفات بین خدا و مسیح میباشد، به همین نحو نیز خدا میخواد که ما فرزندان او بشویم. وقتی ما مسیح رو دوباره ببینیم، یعنی وقتی که مسیح دوباره به این جهان بیاد، آن وقت ما که به او ایمان داریم و از او پیروی میکنیم مثل او خواهیم شد. و دوستان عزیز، اگر لحظه‌ای در این آیات تفکر و تعمق کنید، متوجه میشوید که در هیچ مسلک و مرامی نمیتوان این چنین مقامی را از طرف خدا برای انسان بیابیم. خدای یکتا از روی محبت و فیض عظیم خودش اراده کرده که راهی در اختیارمون قرار بده که به وسیله آن میتونیم به بالاترین مقام روحانی برسیم، برتر از هر مخلوق فرشتگان بشویم، سیرت و جمال خدا را در روح و روان خود تجربه کنیم و تبدیل به آینه بشویم که در حقیقت جمال خدا را منعکس میکنه.
به راستی آیا میشه که انسان مقامی بالاتر از این به دست بیاورد و فرزند خدا نامیده شود؟ مسلماً که نه. این موضوع مرا به یاد گفتار فرانسیس قدیس می اندازد که میگوید خداوندا، بشر تا در تو قرار نگیرد هرگز آرام و قرار ندارد. بشر تا در تو قرار نگیرد هرگز آرام و قرار ندارد، چون که بشر از توست. مقصود از قرار گرفتن در خدا همینه که سیرت و صفات خداوندی رو که بر اثر گناه از دست داده ایم دوباره به دست بیاوریم و همانند حضرت آدم با خدا قدم بزنیم، مشارکت و مصاحبت داشته باشیم. در حالی که منتظر بازگشت مسیح مقدس و پرجلال او هستیم، باید از همین الان با اطاعت از او، با پیروی کردن از روش او، با برگزیدن راه مقدس او کم کم مثل او بشویم و روح خدا ما را در این امر یاری می‌دهد. دوستان عزیز، جدایی ها و تفاوت های نژادی و ملی و زبانی نباید عاملی باشند که در راه زندگی پاک ما مانع ایجاد کنند. زیرا در عیسی مسیح همه ما یک هستیم. در عیسی مسیح فاصله ها و جدایی ها ناپدید می شوند. نژاد ها و ملیت ها بی‌معنی می شوند. رنگ پوست و زبان معنی و مقصودی ندارند. در مسیح ملیت معنی و مفهوم ندارد. و مقصود آیه 11 همین است که در مسیح نه یهودیت معنی داره نه یونانی، نه سفید نه سیاه، نه زن نه مرد، نه جوان نه پیر، نه باسواد نه بی سواد، همه عزیز خدایند و همه نیازمند فیض و رحمت او. ببینید، مذهب یهود نژاد را امری بسیار مهم می‌دانستند. ملیت و حتی رسومات و فرهنگ را از خدا دانسته و در نتیجه جزئی از شرایط بخشش گناهان از جانب خدا کرده بودند، در حالی که اینطور نبود. حالا پولس در رساله خود ثابت میکنه که این برتری های جسمی و دنیوی نقشی در رشد روحانیت ما ندارن و عامل نزدیکی ما به خدا هم نمیشه. سپس در آیه 12 الی 14 اشاره به نیاز حقیقی بشر، یعنی فیض و رحمت خدا میکنه که عامل به وجود آمدن نجات است و ثابت میکنه که همه انسان ها نیازمند فیض خدا هستند. فیضی که در عیسی مسیح آشکار گردیده، فیضی که بدون آن هیچ انسانی نخواهد توانست به حضور خدا برسه و صاحب حیات جاودانی بشه. می‌فرماید پس مانند برگزیدگان مقدس و محبوب خدا احشای رحمت و مهربانی و تواضع و تحمل و حلم را بپوشید و متحمل یکدیگر شده همدیگر را عفو نمایید و هرگاه بر دیگری ادعایی داشته باشید، چنان که مسیح شما را آمرزید شما نیز چنین کنید و بر این همه محبت را که کمربند کمال است بپوشید. ببینید دوستان عزیز چه دستوراتی به ما میدهد. میگوید مانند برگزیدگان مقدس و محبوب خدا احشای رحمت و مهربانی و تواضع و تحمل و حلم را بپوشید و متحمل یکدیگر شده همدیگر را عفو نمایید و هرگاه بر دیگری ادعایی داشته باشید، چنان که مسیح شما را آمرزیده شما نیز آنها را ببخشید و بر روی این همه محبت را که کمربند کمال است بپوشید. یعنی اگر محبت کنید به درجه کمال قدم میزنید. چرا؟ چون خدا محبته و کسی که محبتی بی‌ریا دارد از خدا این محبت را گرفته است. در این آیات حضرت پولس به جنبه مثبت و یا عواملی که باید انجام بدهیم اشاره میکنه. میگه شما باید این خصوصیات تازه‌ای که بر اثر ایمان آوردن به عیسی مسیح نصیبتون شده همانند لباس تازه‌ای بر تن کنید. حالا که لباس گناه‌آلود یا افکار گناه‌آلود را از خودتون دور کردید و آن را مدفون ساخته اید، آن را نابود کردید، باید به جای آن لباس تقوا را بپوشید. می‌فرماید حالا که خدا شما را انتخاب کرده است، حالا که خدا این زندگی تازه را به شما عطا کرده و این همه به شما محبت کرده، شما هم باید نسبت به دیگران دلسوز، مهربان، فروتن، ملایم و بردبار باشید تا آنها را ببخشید. هیچ وقت از هم کینه به دل نگیرید و یادتون باشید که مسیح شما را بخشید، گناهان بیشمار شما را بخشید. دنیای از گناه وجودتون رو پر کرده بود، مسیح همیان را بخشید، پس شما هم دیگران را باید ببخشید. و از همه مهمتر بگذارید که محبت هادی زندگی شما باشد، چون محبت باعث میشه که اتحاد و یگانگی در میان شما باشد. و دوستان عزیز، به قول مولانا از محبت خارها گل میشود. ای عزیزان، در مورد این آیات میشه ساعتها صحبت کرد.
صفات شایسته هر خداپرست حقیقی در این آیات ذکر گردیده. اگر شما می‌خواهید بدانید که خدا گناهانتون رو بخشیده و صاحب حیات جاودانی هستید، کافی است که لحظه زندگیتون رو با این آیات مقایسه کنید. زیرا کسی که کینه به دل می‌گیرد هنوز گناه در زندگیش است و کسی که از محبت کردن غفلت می‌ورزد هنوز با خدا مشارکت ندارد. کسی که حاضر نیست دیگران را تحمل کنه و ببخشه هنوز بخشش و رحمت خدا را درک نکرده. کسی که بخشش نمی کند هنوز بخشش خدا را دریافت نکرده است. دوست عزیز، شما چه؟ انجیل مقدس میگوید شما باید لباس رحمت و مهربانی و تواضع و تحمل و حلم را بپوشید و متحمل یکدیگر شده همدیگر را عفو کنید و بر همه این چیزها محبت را که بند کمال می باشد بپوشید. این امر خداست. سوال مهم این است که آیا شما از آن پیروی می کنید؟ خدا کند که اینطور باشد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.